دیگه قومای مختلف ما شما در افغانستان داریم. از این لباسا مفید هستن نیستن، استفاده میکنه نمیکنه؟ کشکو میگه، دیگه لخشم قرد، دیگه چمچلیق، قرود. خامکدوزی نمادی از فرهنگ تنها نه ازاره بلکه از افغانستان و زنان افغانستان همچنان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و توانا. السلام علیکم هموطنان عزیز، خسته نباشین، وقتتان بخیر، با امید از اینکه جور و صحتمند باشین. خداوند را هزار بار شکر که بازم فرصت داد بنده صبح سحر در خدمت شما باشم. قسمی که در بگراند مشاهده میکنین، در تصاویر مشاهده میکنین، ما امروز باز هم خوشبختانه در یکی از نمایشگاه‌های قرار داریم. نمایشگاه هموطنان عزیز نمایشگاه لباس‌های هزارگی و همچنان غذاهای هزارگی است. امروز می‌خوایم از این نمایشگاه یک برنامه متفاوت براتون داشته باشیم. فراموش ما نشه هموطنان عزیز، باید یادآور شویم این نمایشگاه در غرب کابل، در ساحه دشت برچی و همچنان فی‌الخصوص در مارکت تجارتی برچی سنتر برگزار شده. شما هم تا آخر برنامه همراه ما باشید. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. علیکم سلام، شما همچنان خسته نباشین، خوش آمدین در برنامه ما. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر، ممنونتان. شما بر ما یادآور شوین چی را به نمایش آوردین؟ تشکر از شما که زحمت کشیدین تا اینجا آمدین. ما امروز یک نمایشگاه برگزار شده در مارکت برچی سنتر. بله. دیگه لباسای هزارگی، غذاهای هزارگی در نمایش گذاشته شده. از اون خاطر ما خواستیم آمد از لباسا دیدن کنیم. بله. بخیر سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر. چند نوع لباسا را به نمایش آوردین؟ لباسای هزارگی خود زیاد است، ماشینیست، دستیازی است، لباسای قدیمی است، تیکای قدیمی، مثلا تیکای رنگارنگ. در نام تیکای قدیمیات میشه که هزارها زیاد استفاده میکنن. خیلی خوب. در ضمن که هزارها قوم هزاره ما استفاده میکنه این لباسا را، دیگه قومای مختلف ما شما در افغانستان داریم. از این لباسا مفید هستن نیستن، استفاده میکنه نمیکنه؟ بله، در اواخر رواج شده، مروج شده. مشتریای زیاد داره که از دیگه چیام می از دیگه اقوام می از سفارش میگیره، از لباسا استفاده میکنه. خیلی خوب. بازارتان چطور است؟ خرید فروشتان چگونه است؟ شکر خوب است. بله. خوب است، گزارم میشه. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر. در آخر پیام گفتنی اگه دارین کامرا در خدمتتان. دیگه تشکر از شما که زحمت کشیدین از اینجا تا اینجا آمدین، قدمای خو دیگه قدم رنجک دین، زنده باشین. تشکر، گفتنی خاص نداره، موفق سربلند باشین. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر، ممنونتان. یکی از خانمایی بود هموطنان عزیز که اینها هم در نمایشگاه اشتراک کرده بودن و همچنان لباسای هزارگی را به نمایش گذاشته بودن. شما هم تا آخر برنامه بیننده ما باشین. سلام، جور بخیر. سلام، خدمت شما. بخیر باشین. علیکم سلام، بسیار زیاد تشکر. یک کمی بلندتر صحبت کنین که حداقل بیننده صدایتان درست داشته باشن. شما در نمایش چی را آوردین؟ یک سلام خاص خدمت بینندگان عزیز که امروز ما را از این چینل بیننده هستم. ما امروز روز فرهنگی هزارگی را تجلیل کردیم که بعضی از لباس ها را در نمایش گذاشتیم و بعضی از غذاهای محلی را. بله، خیلی خوب. از غذاهای محلی بر ما یادآور شوین. چند نوع غذا آوردیم؟ امروز فعلا کم اینجا است، غذا زیاد آماده کردیم که نان بوته است، شیر برنج است، کوچه است، اوگره آجای است، دیگه بعضی کشکاو است، دیگه بعضی از غذاهای زیاد آماده کردیم. خیلی خوب. هموطنای ما یا کسایی که بازدید از نمایشگاه میکنه اشتراک کننده هستن، حتما پیشتان میآید غذایتان نوش جان کرد یا خیر؟ نوش جان کرده. اکثر امزی بازدید کنندگان نوش جان کرده. خیلی خوب. در مورد امی غذا یک کم معلومات مختصر برای ما شریک بسازین. در کل از چی استفاده میشه، از چی ساخته میشه؟ این غذا کسته به نام چیه؟ نان بوچه است. نان بوچه کسته از دو، نان،
روغن زرد چیزا ساخته میشه. باز اول باید دوغ رو جوش بدیم که نمک و بعضی از سیر و چیزا باید مخلوط شود. بعد از اون نان بوچه یعنی نان کوبیده شده چاپ شود. باید نان نمیدازیم باز در سرشی هم دوغ جوشیده رو باز این شکلی جور میدیم که باید در داخلی از این روغن شود. باز مزه از این نان بوچه رو همین روغن زرد چند. بله خب فعلا در روغن زرد است درست؟ روغن زرد است. خیلی خوب. دیگه قوم‌های ما شما در افغانستان مختلف قوم‌ها داریم، مختلف اقوام داریم. اونها چگونه میتونن طرز تهیهش بلد باشن یا استفاده کرده میتونن یا خیر؟ اکثری فکر کو کسایی که اقوامی که از استفاده منه زیادتر از مردم جاغوری، مالستان، غزنی، بیسود، بامیان استفاده منه. دیگه ایراش تقریبا خبر ندارم استفاده. لذتش چگونه است؟ ما میتونیم ذائقه‌اش ببینیم یا خیر؟ در نظر از من خیلی خوشمزه امی اکثر امروز باز دید کنندگان در شوق است که از این غذا باید استفاده کنه. شما میتونید یک خیلی خوب. نامش چی بود از این غذا؟ نان بوته. بله نان بوته. باشه هموطنان عزیز از این نان بوته ما هم ذائقه‌اش ببینیم. حداقل قدر توصیف کردن، صفت کردن، واقعیتش هم ما بدون روغن زرد نوش جان میکنیم. حداقل یک ذائقه‌اش ببینیم که واقعیت هم قابل توصیف است یا نه. همراه روغن زرد ترکاریش مزهش چند. بله خیلی خوب. واقعیت عالی بود، مزه‌دار بود. خودتان ساخته بودین؟ خودم ساخته. بله خیلی خوب. خیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. در آخر پایام و گفتنی اگر داری به هموطنان ما کامرا در خدمتتون. گفتنی می است که امی مردم هزاره باید خیلی شجاع باشه. دیگه این است که باید امی اقوام هزاره رو باید همیشه تازه و تازه نگه داشته. بله دیگه اقوام دیگه قوم هیچ. نه وام استفاده من امیالم که اکثر از اقوام دیگه هم از لباسای هزارگی از غذاهای محلی استفاده میکنن. اگر آدم هر چقدر استفاده کنه فکر تازه و تازه میمونه. دقیقاً. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. ممنونم. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. زنده باشین، تشکر، سلامت باشین. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. اسمتان رو به هموطنان ما بگیرین. محمد زکی علیزاده هستم، یکی از دکانداران برسی سنتر منزل 6 در بخش صنایع دستی. بله خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. در بخش صنایع دستی واقعا دکانتان ماشاءالله پر است. لباس‌های و صنایع دستی مختلف ما می‌بینیم. در تصاویر هم رای خود داریم. مدت چقدر وقت میشه که اینجا فعالیت داریم؟ اینجا تقریبا میشه 3 سال فعالیت داریم. قبلا هم داشتیم در بعضی جای مختلف. بله. ولی اینجا 1 سال میشه. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. چه خوب میشه که در مورد لباس‌های هزارگی صحبت داشته باشیم. امروز قسمی که شما می‌بینید روزی فرهنگ هزارگی است که ما در این مراسم شرکت کردیم. همه ما دیگه در بخش صنایع دستی از شال‌های هزارگی گرفته تا غذاهای پیور هزارگی، غذاهای محلیش که مانند کشکو میگه، دیگه لخشم قرد، دیگه چمچلیق، قرود، الوای سرخ، خجورک، دیگه بوسراق و انواع دیگه که ما آماده کردیم. چند نامه گرفتی؟ اگر من 1 سال تمرین هم کنم یادم نمیشه. نه مشکل نیست، بسیار آسان است اگر چند دفعه تمرین کنید. بله ان شاء الله که یاد بگیریم. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. در مورد لباس‌ها صحبت میکنیم. لباسایی که ما خود در تصویر میبینیم در بک‌گراند ما خودت است. یک کمی طرفتر بیاین. چه خوب میشه در مورد از لباس‌ها صحبت کنین؟ در کجا ساخته میشه، در کجا تهیه میشه، قیمتایشان چند نوع است، از کدام تکه استفاده میکنه؟ تکه از اینا که است در قدم اول تکه الماسی هزاره میگه که اسپیشال هزاره است که تکه اول است. چون که با دست کار میشه دیگه باید بسیار تکه اصل باشه. دیگه دوختش از 3 ماه الا 4 ماه طول میکشه که به دسترس ما قرار بگیره. دیگه در اکثر ولایت‌های دوردست بامیان، غزنی، میدان وردک، بیسود اینا زیادتر دوخت میشه یا استفاده میشه. بخیر سلامت باشید. بدون زی که لباس‌های
هزارگی رو برش باید یاد برشیم، لباسای هزارگی یا لباسای قوم هزاره. دیگه قومای ما شما در افغانستان که زندگی میکنیم مختلف اقوام داریم. مختلف قوم‌ها در افغانستان زندگی میکنه، تاجک و هزاره و پشتون و ازبک. دیگه قوم‌ها از این لباسای استفاده کنه میتونه یا خیر؟ دقیقاً این نه تنها مختص برای اقوام هزاره است بلکه به دیگر اقوام هم یعنی تعلق میگیره که باید استفاده شود. این یعنی فرهنگی در کل فرهنگی افغانی است. بله. نه تنها مردم هزاره استفاده میکنن، مردم تاجک، ازبک، پشتون اینام از ما خریداری کردن. استفاده میکنن. بله. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. شالای مختلف هم میبینیم، قیمتایشان چقدر است؟ چند نوع شال دارین و او در کجا ساخته میشه؟ دقیقاً اینا خود امو شالایش هم تکش از چین وارد میشه در حقیقت، ولی دیزاین و دیگه بعضی کارهای دیگهش اینجا استفاده میشه. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. که امروز نمایشگاه بود، شما هم در نمایشگاه اشتراک کرده بودین، یادم اینجا هستین. به نظر خودتان خرید فروشتان، دید بازدید مشتریات چگونه بود؟ امروز خدا رو شکر خوب بود، هم فروشات خوب بود، دیگه جمع و جوش مردم بسیار زیاد است امروز. دیگه به این مناسبت امروز و فردا شخصا خودم و همسایه ما 50 الی 30% تخفیف هم گذاشته. بله. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر در ذکر معلومات مختصر همراه ما و بیننده ما شریک ساختین. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. سلامت بخیر باشین. ممنون. سلام، خسته نباشین. وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر، وقت بیننده شما بخیر. قربانتان. بخیر باشین. یک کمی پر انرژی صحبت بکنین. اسمتان؟ نام علی احمد است. بله. علی احمد جان، شما هم لباسا رو به نمایش آوردین؟ بله، امروز روز نمایش چی بود؟ لباسا بود. ما بله نمایش آوردین. خیلی خوب. چطور بود خرید فروش، بازار، بازدید مشتریان؟ مشتری والا هر کار مشتری خودش خود داره دیگه. بله. امروز مشتری آمدن، درست آمدن. مشتریای خودتان چگونه بود؟ مشتریان بسیار راضی بودن از کارمون. بله. خیلی خوب. واسکتی که خودت در جانت است، در چه وقت ساخته شده؟ حتما هم از لباسای هزارگی است. بینندای عزیز، چقدر مصرف سرش آمده؟ در چه وقت ساخته شده؟ اینا خب ما میپوشیم، در نظر ما نمیاد. کسی که جور میکنه، کسی که سرش زحمت میکشه، با اون بسیار ارزش داره. دقیقاً. قیمتاش چقدر است؟ چند قیمت تمامش همراه کلاه و واسکت؟ یعنی واسکت آمده تونه 750 افغان. بله، 750 افغانی. به نظر خودت در کل 1050 افغانی سرش به شما به دست آوردین یا خریداری کردین، به نظر خودت ارزان تمام شده یا قیمت؟ نظر به زحمتی که کشیدن مرزان تمام شد. دقیقاً. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. شما چی رو به نمایش آوردین بدون از لباسا؟ دیگه چی است؟ ما بدون از لباسا این چیزا رو به نمایش آوردیم که ما میگیم گوشگیرک. بله. چی میگه؟ یک دقیقه ما در تصویر به هموطنان خود نشان بدم. بله، کیسه است. خب این کیسه است، مثلا سر دیوار یا سر چی میمونه، زیادتر در آشپزخانه از استفاده میشه. خیلی خوب. قیمتش یا چند است؟ یعنی قیمتش میاد 500. بله. خودتان جور کردین یا نه شما خریداری؟ بله، خود ما جور کردیم. بله. خیلی خوب. 500 افغانی. اگر کس مشتری پیشتان بیای خریداری کنه کم است یا ارزان؟ حالا نظر به زحمتی که ما میگم ارزان. ارزان. خیلی خوب. بخیر سلامت باشی. سلام جور بخیر. سلام، خوب هستین؟ صحت خوب؟ بخیر باشین قربانتان. بسیار زیاد تشکر. اسمتان رو به هموطنان ما بگیرید. سلام به همه.
عزالله محمدی هستم، یک تنه از دکانداران برچی سنتر. بله خیلی خوب محمدی صاحب، بسیار زیاد تشکر. چی خوب میشه در مورد لباسای، در مورد واسکت، در مورد کلاه مقبول که در سرت از خودت صحبت داشته باشی؟ اولا روز فرهنگ هزارگی را به تمام هزاره‌های جهان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و دوم این لباس‌های هزارگی نمادی عزیز است که نمادی از فرهنگ هزاره هاست، نمادی از فرهنگ چند هزار ساله هزاره هاست و ما آمدیم امروز اینجا تجلیل گرفته و به این مناسبت ما هم لباس‌های هزارگی پوشیدیم تا بیایم و این فرهنگ هزارگی را به دنیا نشان بدیم و خرسند هستیم از اینکه شما را اینجا داریم و دوستای دیگر را که همچنان شما می‌بینین که در اونجا تجلیل از روز فرهنگ هزارگی را گرامی می‌داریم. بله خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. در مورد لباست صحبت کن. چند گرفتی، چند برات تمام شده؟ امرای کلاه و واسکت و همچنان پیرانتما. این لباس ما کست لباس شدوزی میگه. این لباس کست توسط دست دوخته میشه، به این خاطر قیمت از این برای ما برای خودم 2,500 افغانی تمام شده و این واسکت هم با امرای کلاه خود 1,500 افغانی تمام شده. خیلی خوب. جوانای هزاره اکثریتشان از کدام نوع لباس زیاد استفاده میکنن؟ جوانای هزاره زیادتر هم از این لباس‌های استفاده میکنه که توسط دست کار شده باشه، یعنی خامک‌دوزی شده باشه و همچنین شدوزی شده باشه که دمی چند وقت هم امی استایل زیاد کش کرده و جوانای هزاره هم از این زیاد استفاده میکنه. غیر از هزاره خیلی جوانای دیگه اقوام همچنان از این استفاده میکنه، چون یکی از خامک‌دوزی نمادی از فرهنگ تنها نه هزاره بلکه از افغانستان و زنان افغانستان همچنان شمار میشه. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. یک سوال که در ذهنم گشت باید از پیشتان بپرسم، لباسایتان در یگان محفل‌های ویژه، در یگان روزه ویژه استفاده میکنین یا نه هر وقت که میل دلتان بود استفاده میکنین؟ این مشکل نداره، در تمام روزایی که مثلا کدام روزی خاص باشه همچنان میتونیم استفاده کنیم، به غیر از او در روزهای عادی همچنان میتونیم استفاده کنیم، چون یکی از فرهنگ هزاره هاست و فرهنگ هزاره ها مثل فرهنگ لباسای خود افغانستان است. ببینید شما که پرنتونبان است، کدام لباس دیگه یا لباس خارجی نیست. به این خاطر میتونیم ما و شما همچنان در روزهای عادی را استفاده کنیم و همچنان در روزهای خاص. در روزهای خاص مثل روز فرهنگ هزارگی و در عروسی ها بیشتر استفاده میشه. خیلی خوب. یک چیز دیگه هم از پیشتان میپرسم، در یخنتان یا در گلونتان چی را آویزان کردین، چی بسته است؟ این یکی از مربوط چی نمیشه دیگه، مربوط فرهنگ هزارگی نمیشه و این یک لاکیت است که یادگاری داده شده توسط کدام کس. توسط کدام کس؟ شما هم چیز یادگاری دادین یا نه تانه از طرف زنا شده؟ والا ما تصمیم دارم که یک لباس همین تو بگیرم، لباس های هزارگی را و با کارگاه بیتم که برشانگاهی کنیم. بله خیلی خوب. از افغانستان خارج هستن؟ افغانستان خارج است. خیلی خوب. شاید بیننده برنامه باشه، چی گفتنی برشان داری؟ برشان گفتنی خاصی نیست که در هر جایی باشه خوش و خرم باشه و افغان بودن و حجاب خود حفظ کنیم. قربانت، بخیر سلامت باشی. با امید زی که افغان بودن و حجاب خود در هر گوشه کنار که باشه باید حفظ بکنن. خیلی از هموطنان ما هست که از وطن خارج شدن، افغان بودن خود فراموش کردن، همچنین حجاب اسلامی خود فراموش کرده و تقریبا اید نمیشناسی کمی از افغانستان است. یعنی این که باعث افتخار افغانستان نمیشه هیچ، بلکه باعث بدنام شدن افغانی‌ها در پیش دیگر مردم میشه. همین همه گپت یک طرف، همین گپ افغان بودن دیگه طرف. بخیر سلامت باشین. خوش قربان بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. زنده باشین. خداحافظ. خداحافظ. بینندگان عزیز، تشکر از همتان که تا آخر برنامه امروزی همراه ما بودین. بود برنامه امروزی ما که از نمایشگاه لباس‌های هزارگی و همچنان غذاهای هزارگی برتان داشتیم. امید که برنامه قابل پسندتان شده باشه. تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهدارتان.